من میخواهم صحبتم را از همین خبری بسیار خوب برای همه ما آغاز کردم و شاید شما در شبکه ها علکه شنیدید که همین 3 روز پیش سازمان جهانی گالپ که روی خطی معیار امنیت و ثبات در کشورهای جهان را هر سال اعلان میکند، نتیجه های تحقیقات و پرسش خود را برای سال 2025 اعلام کرد و خوشبختانه، نه تنها خوشبختانه بلکه باعث حیرت همه جهانیان شد که در این جدول از نظر ثبات و امنیت و آسودگی تاجیکستان ما در جای دوم قرار گرفت. این نعمت، این نتیجه سیاست بزرگی رهبریت دولت، این فرهنگ بلند ما. این چگونه اینو میسنجن که همی کشور امن است یا نه؟ یعنی که یک آدم خود را چگونه احساس میکنن. من همین 2 شب در ناحیه کوهستان مسچو خوابیدم، یک چیز عجیب دیدم که شما این را ممکن اصلا احساس نمیکنید، ولی آدمی از بیرون آمده. همون شب اول که در دهه خودگیفی بالا خوابیدیم، بیرون میبرم، همین دروازهش به پشت کشوده، دروازه اما همسایه های روبرو کشوده. من میگم اینا شب دراش و قلف نمیکنن، دروازه ها تمام شب کشوده بود. و من گفتم که اینا نمیترسن. چرا نمیترسن؟ چون که هیچ کس برای هیچ کس خطر نیست. این فرهنگ بلندی ما، این فرهنگ کوهستان که درش نه قلف داره نه کلید داره، چون که ایمانش، فرهنگش، تمدنش، معرفتش این امنیت را آفریده است. چون که دولتش، حکومتش، قانونگذاریش این شرایط رو فراهم کرده است. این نامش امنیت. بنابراین این چیزها را به نظر گرفته این سازمان جهانی تاجیکستان رو بعد سنگاپور دومین کشوری امن‌ترین جهان اعلان کرد و او کشورهایی که بمبای اتمی دارن و راکت کیهانی دارن و ارتش جهانی دارن حتی در 20-30 کشور امن‌ترین داخل نمیشن. و معیار اساسی موفقیت هر سیاست این است که یک انسان مشخص خوشبخت باشد، یک انسان مشخص آرامانه زندگی کند. انا برای همین من این دستاورد را برای همه ملت تبریک میگم و به مردمی کوهستان مسچو که یکی از امن‌ترین، باثبات‌ترین، کم جنایت‌ترین، مهربان‌ترین ناحیه‌های جمهوری است تبریک میگم.